خواهرای بیان میکنه میگه 20 سال ازدواج کردم، به 20 سال یک مرتبه دیگه شوهرم نشدم که برای من یک مرتبه گفته باشه که زن دوست دارم. مشکل است با چنین مرد زندگی. یا برعکسش به چنین خانمی که مرد میگه دوست دارم، خواهر از زبان خانم بشنوم برای من بگه دوست دارم، تو همسرم هستی، زندگیم هستی، خلاص. مثل دو تا انسان بی تفاوت وری در کنار هم دیگه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید شما هدیه بدهید تا محبوب بشوید. این حدیث خیلی مهمه. هدیه بدهید تا همدیگر رو دوست داشته باشید. بهترین راه است. احترام و حرمت انسان محبوب میسازه. رعایت ادب و اخلاق، ابراز علاقمندی و نوازش، رسیدگی به حقوق همدیگر،